عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان رسانه، در خدمتتون هستم. خسته نباشه داداش، علی رفعتی هستم از ورزش 3. فکر کنم یه حواشی واسه این بازی به وجود اومد که فکر کنم بازی رو از تیمتون گرفت، یعنی اون بازی که برنامه‌ای که داشتید واسه بازی نتونستید اجرا کنید. اگه میشه در مورد این اتفاقات بگید. اون که اگه بخوام الان صحبت کنم فکر می‌کنم میتونیم کلی در موردش حرف بزنیم ساعت‌ها. گل و بلبل دیگه، همه چی گل و بلبل و همه چیمون باید به همه چیمون بیاد دیگه. اینم مثل همه چیزای دیگه همون، مثل برنامه‌ریزیامون. اولا که با احترام به تیم داماش و تلاشی که کردن مجموعه تیمشون، من فکر می‌کنم مثلا اولین مشکل اینه که چجوری مجوز دادن تو این زمین بازی برگزار بشه. اگه قرار فوتبالمون اینجوری پیشرفت کنه که مطمئنا نمی‌کنه، یعنی این خیلی واضح و روشنه. با این زمین بازی اصلا این زمین قابل تمرین هم نبود، یعنی برای تمرین هم خوب نیست چه برسه به بازی. خب ما کل پیشفصل و توی حالا هفته گذشته تمرین کردیم برای اون چیزی که میخوایم، فوتبال بازی کنیم، ولی یه ماهیت لیگ یک دیگه. همه میگن دیگه، ما هم مثل این که باید آلودش بشیم، فوتبال بزن زیرش و دعوا و درگیری و این چیزا دیگه. واقعا متاسفم و مطمئن باشید با این وضعیت فوتبال ما پیشرفت نخواهد کرد، چون که من فکر می‌کنم این لیگ یک باید پشتوانه خوبی باشه برای لیگ برتر، چون بازیکنان جوان‌تری هستن توی لیگ یک و دوست دارن خودشون رو به لیگ برتر برسونن و اثبات کنن، ولی با این شرایط من فکر نمی‌کنم اتفاق خوبی برای ما بیفته. اون از زمین بازی، اون از اتفاقاتی که افتاد. اگه قراره با تماشاچی باشه، من فکر می‌کنم خود مسئولین مقصرن، چون که دیروز اعلام کردن این سری از مسئولین توی رسانه زدن دیگه. اگه من اشتباه می‌کنم شما بفرمایید که بازی با تماشاچیه، بعد وتو میشه، دوباره میگن نه کمیته انضباطی نگفته. خودشون دامن میزنن مثل اینکه دوست دارن اینجوری حاشیه پیش بیاد این اتفاقات بیفته. نشد یه فوتبال بازی کنیم، ولی بچه‌ها همه تلاششون رو کردن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم، حالا با جناب آقای گودرزی مدیر عامل محترم باشگاه صحبت کردیم، میگن قانون اول گفتن نیم ساعته، بعد گفتن یه ساعته. من فکر می‌کنم قانون خیلی منعطفیه، ممکنه 1.5 ساعت هم بشه. این قانون فدراسیون. حالا ما مجبوریم به فیفا و کاس شکایت کنیم که شاید حقمون رو بدن به دادمون برسه. من فکر می‌کنم چیزی که می‌دونم قانون فیفا 20 دقیقه تا نیم ساعت. اینکه هر تیمی بخواد حالا به هر دلیلی، اصلا تیم نه، یه اتفاق مثل امروز بیفته و تیم‌ها نیم ساعت 1 ساعت وایسن، من خب کی تضمین می‌کنه که بازیکن من آسیب نبینه؟ و دوباره یه سری ما گرم کردیم، یه سری بازی کردیم، دوباره سرد شدن، دوباره باید گرم کنیم. خنده داره دیگه. واقعا بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم دیگه، خیلی واضح و مبراست دیگه. سوالی نیست. آقای شجاعی اومدنتون به شهر رشت خوش آمد میگم. احمدی هستم از دیار وارش. حقیقتا من قبل از اینکه این بازی بخواد شروع بشه، من دیروز یعنی توی ذهنم بود که خب اینجا بازی قراره که با حضور هواداران برگزار بشه، با توجه همون صحبتی که مسئولین محلی داشتن. و می‌خواستم بگم که خب آقای شجاعی، حالا با توجه به پیشینه‌ای که داشتید، مثلا هواداره ما رو شما دیدید، حالا نظرتون چیه که خانوما نتونستن بیان توی استادیوم، ولی اینجوری شد که اصلا کلا هوادارا نتونستن بیان. به نظرتون این حضور اصلا هوادارا، اصلا چه حالا آقا چه خانم توی استادیوم چه تأثیری داره و اینکه نبودن توی این بازی چه تأثیری گذاشت روی بازی؟ اولا که تشکر میکنم بابت خوش آمدگوییتون، خیلی ممنونم. ببین این کلیشه است، ولی خب واقعا فوتبال بدون هوادار اصلا لذتی نداره. یعنی حالا به خصوص برای بچه‌ای که تو زمینن، وقتی حمایت میشن از طرف تماشاگرای خودی، چون اگر قرار بود با تماشاگر باشه حتما که ما هم یه سهمیه داشتیم که میتونستیم استفاده کنیم. لطفی نداره اینکه تصمیمات اینجوری میگیرن. به نظر من به جای اینکه به باشگاه‌ها سخت بگیرن، بیشتر به مردم سخت میگیرن و این ایراده دیگه. به نظر من ما امروز میتونستیم 10 تا 12 تا 20 تا 100 تا هوادار داشته باشیم، تیم داماش هم همینطور، و شاید به مراتب فوتبال بهتری هم میتونستیم ببینیم. میگم هرچند انقدر زمین خراب بود که اصلا اجازه نمیداد، ولی مطمئنا که امروز که اصلا تماشاگر نبود که بخوام در مورد بانوان عزیز صحبت کنیم، ولی من فکر می‌کنم حق طبیعیشونه دیگه. اگر قبلا خیلی در موردش حرف زدیم، اگه سینما میرن، اگه تئاتر میرن، اگه کنسرت میرن، مشکلی نیست که بخوان استادیوم هم بیان. فکر کنم خیلی هم فضا بازتر، سقف هم خدا رو شکر نداره استادیوم.
ما مطرح کردیم واقعا یکی از دغدغه‌هامونه، چون زشته و اصلا این بی احترامی به بانوانه که بخوان از پشت در یه سری، چون من اینو دیدم این اتفاق میفته، از پشت در نرده‌های ورزشگاه بازیو ببینن. این بی احترامیه، واقعا بی احترامیه. یعنی با احترام به همه آقایون، من به نظرم حتی اگه شده بانوان تنها بیان تو ورزشگاه، میدونید اگه واقعا فکر کنم مشکلی پیش میاد، من نمیدونم اگه قراره واقعا مشکلی پیش بیاد تو سینما چرا پیش نمیاد، چرا تو تئاتر و کنسرت پیش نمیاد، همه برگزار میشه. مشکل نمیدونم چیه با فوتبال و امیدوارم زودتر حل بشه.